این جریان قوز و بالاقوز شنیدی؟ میخوام برای تعریف کنم. اول فالو کن، لایک کن، یه قلب کوچیک بیدار، یالا نگاه میکنی؟ لایک کن برای تعریف کنم. قیدی ما هر شهری یه حمام بیشتر نداشته. مردم ساعت 4 صبح معمولاً 4 صبح میفتن حمام. یه نفر بوده قوز داشته پشت کمرش، یه قوز بزرگ. به جایی که ساعت 4 صبح بره حمام 2 بعد نصف شب میره. موقعی میره که جنیا تو حمامن. اتفاقا جنیا او شب هن و بندو دارن، عروسی دارن، میزنن و میکوبن و میرقصن. اینم تا این صحنه رو میبینه یه تیمچه برم داره از سر حمام شروع میکنه به زدن و میره داخل حمام. جنیا وقتی میبیننش خوشحال میشن، خیلی از این کارش خوشش میاد. قوز اینو برم دارن کنار، این صاف میشه کمرش، میاد بیرون از حمام. یه همسایه دارن اونم قوز داره، بهش میگه رفیق این قوز تو کجا رفت؟ میگه که جریان رو تعریف میکنم. میگه رفتم حمام اینجوری. میگه خب این که کاری نداره، منم میرم راحت میشم اگه این قوز. فردا شب ساعت 2 بعد نصف شب میره حمام، دست غذا تو حمام. امشب اینا عزادارن، همه خلقا تو هم نشستن اونجا عزاداری میکنن و نه. بعد اینم ناخواسته خبر نداره یه تیمچه برم داره شروع میکنه به زدن و کونش میچرخونه رقص و رقاصی و میره تو حمام. تا میره جنیا یه نگاه میکنن، خیلی ناراحت میشن از دستش. میرن قوز اونو برم دارن رو قوزه ای بیشتر قوزی میشه. نشسته از همون بیرونش میکنن. وقتی از حمام اومد بیرون همسایه میبیندش، بهش میگه که چرا این شکل شدی؟ میگه برو خدا آقا بیمرده با این کاری که یادم دادی بیشتر قوز بالا قوز شدم.